سلام بچه ها، خیلی خوش آمدید به جلسه 15 هم از برنامه‌نویسی پایتون دور مقدماتی. دیگه در جلسه قبل ما شما اینجا در رابطه با این بولیان حرف زدیم، گفتیم که بولیان چجوری است و نوع تایپ چجوری است و اینا رو همش رو با هم حرف زدیم. تا اینجا بود ادامه مبحث ما. و اما اینجا آمدیم در رابطه با این که مثال اینجا ما شما اینجا یک تا کامنت گذاشتیم و در رابطه این که مثال ما شما این کامنت گذاشتیم، این اصلا به حساب کامنت نیست که از این بعد مثال در پایتون اینا براتون توضیح میدم که چجوری هستش. یعنی قبلا هم که مثال در رابطه با استرینگ ها حرف زدیم، یعنی گفتیم که استرینگ های چند خطی چجوری هسته و این درسته که در اینجا با حیث کامنت عمل میکنه و کامنت هم ازش استفاده میکنیم، ولی در استرینگ ها گفتیم که استرینگ های چند خطی داریم که مثال در رابطه با اون گفتیم میتونیم مثال از 3 تا دابل کوتیشن در اینجا استفاده بکنیم. نگاه کنید در رابطه با استرینگ های چند خطی به شکل خود کامنت عمل میکنه، این هم هست. یا از دابل کوتیشن 3 تا بالای 3 تا به پایین استفاده میکنه که در کامنت هم گفته بودیم در توضیحات که میتونه در جای کامنت هم استفاده بشه. یعنی ما شما مثال داشته باشیم، میتونیم که مثال در این وسط داشته باشیم استرینگ های چند خطی فراهم میکنیم که مثال هرچی که بود میتونیم بنویسیم، اشکالی نداره. در این اساس میتونیم از استفاده کنیم به حیث کامنت هم بر ما عمل میکنه. یعنی این که مثال این استرینگ که مثال ما شما تعریف کردیم به هیچ چیزی وصل نکردیم در اینجا. بر این اساس اگر که مثال ما شما اینجا بگیریم که خروج بگیریم خواهی اصلا معنی نداره، یعنی پایتون برای ما شما ایرور چیزی میده. بر این اساس در اینجا به حیث چیز استفاده میکنیم ازش، همون کامنت ها ازش در اینجا استفاده میکنیم. بر همین دلیل هست. و تا اینجا هم که مثال اینا رو گفتیم در رابطه با استرینگ ها اینا بود، رشته ها دیگه. بعدش هم ما شما عملگرها رو هم که گفتیم خوندیم که مثلا عملگرهای محاسباتی بود یا عملگرهای جمع تفریق ضرب و تقسیم اینا همش بود و در ادامه میریم جلو ببینیم. یعنی این که مثلا عملگرهای مختلف مثلا ما شما گفتیم عملگرهای جمع و تفریق تایپ های مختلفی داره و قسم مثال عمل میکنه. بر این اساس ما اینجا عملگرها رو من اینا رو پاکش کنم. عملگرها رو بر همین اساس میتونیم استفاده بکنیم عملگرها رو. یعنی این که مثال اگر که اینجا ما شما عملگرها رو گفتیم که عملگرهای جمع ضرب و تفریق همش رو با هم توضیح دادیم. اگر در اینجا من بیام دور مثال بگیرم بر علاوه 2 کنم، اشکال نداره. بعد اینو من در اینجا اینو پرینت کنیم، دور بر علاوه 2 پرینت کنم. اینجا بر من نشان میده چند 4 بر من در خارجی بر من میده، میگه که خواهد دور بر علاوه 2 4 میشه. اگر من بیام به حیثی مثل قبلا گفتیم استرینگ عمل بکنم اینجا بگیرم، اینم تک کوتیشن میدیم، اشکال نداره. اگه که دابل کوتیشن باشه تک کوتیشن اشکالی نداره، جفتش برای ما همون یک قسم مد نظر میگیره. برای این اساس من اینجا آمدیم تک کوتیشن گرفتم. قبلا که مثلا 2 بر علاوه 2 گرفتم اینا جفتش برای من داد، گفتین 4 هست، ولی حالا در اینجا نمیاد مثال 4 برای من چاپ بکنه، 2 رو بر علاوه 2 نمیکنه چون اینا استرینگ است، استرینگ جمع نمیکنه. به این اساس جفتش کناری هم میذاره. مثال اینجا اگه من فاصله بدم اینجا نگاه کنید، در ویدیوهای قبلی در رابطه با فاصله ها هم گفتیم. نگاه کنید اینجا بر من همون چی میده، 2 بر علاوه 2 رو بر من کناری هم میچسبانه، تا جمع نمیکنه بر من که 2 بر علاوه 2 4 بر من میده، فقط کناری هم شکل 22 بر من در خارجی میده.
و ما شما اینجا گفتیم هم عملگرهای ضرب گفتیم که چجوری عمل میکنه. اگر من بخوام اینجا بیام این دو را ضرب در 10 کنم اشکالی نداره. 2 ضرب در 10 بر من خروجی بر من نمایش میده که 2 ضرب در 10 20 میشه. شما دو تا عدد با هم ضرب کردین. اگر در رابطه با این که مثال من بیام این استرینگ رو ضرب بکنم و یک عدد، اینو ببینید که چه اتفاق بر ما میفته که بر ما چی میکنیم. اگر من بیام اینجا بگم از 0 ضرب در 10 بکن، این چی اتفاق میفته؟ ببین در خروجی بر من اینجا نمایش میده 10 بار از 0 اینجا پشت سر هم چاپ کرده. نگاه کنید، اگر این عدد می بود جفتش بر من در خروجی هم به شکل ضرب چاپ میکرد، ولی اینجا استرینگ است، اینجا عدد، اینجا رشته، اینجا هم اینتیجر. برای این اساس این 10 بار از 0 بر من در خروجی نمایش داده. و تا این جا رو که مثال همش درباره عملگرها با هم صحبت کردیم و همین چیزایی که مونده بود من براتون توضیح دادم از بخش قبلی و عملگرها و بعضی کارهای دیگه که مثال ما میتونیم بنویسیم. مثال اگر من بنویسم مصایب 2 بر علاوه آ، اشکال نداره، و بر علاوه 2. این مثال اگر بنویسیم این کسه با این جفتش یکی میاد. بر اساس اینکه قشنگتر بنویسن اینو اینجا بنویسن و بر علاوه 2. این دو تا کسه جفتش یکی هست. بر این اساس از عملگرهایی که مثال استفاده میکنن همینجوری برای کاربردها که خیلی راحت تر و ساده و خوبش بیاد از این استفاده میکنن. و مثل این که مثلا ما در قسمت قبلی هم گفتیم که اگر ما اینجا بریم یک عدد پرینت بکنیم از عملگرهای مقایسه استفاده کنیم که مثلا این 2 فکر کنیم که بزرگتر از 0 است یا نه. اینجا که مثلا ما شما در خارجی میگرفتیم در قسمت قبل به شکل بولیان برای ما نمایش میداد یا نمو ترو و فالس، که در اینجا میدانیم در ادامه از همین متغیرها ازش استفاده بکنیم بر اساس این عملگرهای مقایسوی در اینجا. یعنی این که مثال اگر من اینجا بنویسم همون که گفتیم در عملگرهای مقایسه از متغیرم استفاده میکنی. یعنی اگر من اینجا بنویسم ایجا مثلا همون سین اینپوت بگیرم در اینجا بر همین اساس حالا من بیام این ایجا رو باز بگیرم. یعنی این که مثلا ما شما در قبلا گفتیم باید رو چی تبدیل بکنیم در اینت. بر این اساس من اینجا اول بیام اینت رو بگیرم، بر این اساس من بیام این ترم اینجا میگیرم و بعدش هم میگیرم که پرینت برام که آیا این ایجی که مثلا ما اینجا گرفتیم ایجی من سین بزرگتر از 0 هست یا خیر. بر این اساس ما گفتیم در متغیرها میتونیم از چی استفاده بکنیم از عملگرهای خودمون. اینجا من میزنم 12 اشکال نداره. من اینجا برای ما آورد تو رو قبلا هم گفتیم که به شکل بولیان برای ما نمایش میده. بولیان هم که گفتیم که همون ترو و فالس برای ما در خارج نمایش میده. یعنی اگر من اینجا بیام این 12 خارجی قبلا که مثلا از 0 بزرگتر گرفتم، اگر اینجا کوچکتر بگیریم منفی 12 یا منفی 8 اشکال نداره، فرق نمیکنه. یه بر ما در خارجی چی داده؟ اینجا آماده فالس گفته این اشتباه هست که شما چیزی که گرفتید. بر این اساس میتونیم استفاده بکنیم. و در اینجا از این عملگرها گفتیم که مثلا دو چیز هم میتونیم از ورودی بگیریم
برای ما مقایسه بکنه که کدامش بزرگه کدامش کوچکه، ترو فالس، بر این اساس میتونیم استفاده بکنیم. و فایده این که مثال ما از این استفاده میکنیم در کجاست؟ فایدهش در اینجاست که مثال موقعی که از دستورات شرطی استفاده میکنیم بر اون اساس خیلی هم راحت تر میشه بر ما فاصله